السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز و گرامی، انشاءالله که امروز با یاری پروردگار میخواهم برای شما بینندگان طرز آسانی پخته شدن پهلوه را نشان بدهم. انشاءالله که پهلوه ما خوشمزه است. شما بیننده برنامه های ما باشین، نوارهای ما را به یاران و دوستاتان روان کنید که تا آنها هم بهره بگیرند. حال بسم الله الرحمن الرحیم گفته شروع میکنیم. بینندگان گرامی، من در اینجا 500 گرم آرد گرفتگی هستم. فعلا همیشه کوشش کنین آرد ببیزین، خوب است الک کنین. اینا میخیل آربانه الک میکنیم. خب یک پچکه رزدخیل دارم. اگر شما رزدخیل نداشته باشین میتونین که ساده استفاده کنین. از اونم یک قاشق چای خورد کفایه است. این حال یک پچکه رزدخیل اضافه کردیم، 15 گرم می باشد. حال بینندگان گرامی، آردمون که الک کردیم، در اینجا داریم 260 گرم مسکن داریم. مسکه های تریم هم باشد میشود یا خزایشکا باشد اونم میشود. 260 گرم هم همراه میکنیم. مسکه ما زیاد یخی بد نباشد، بسیار یخی بد هم نباشد، بسیار نرمی بد هم نباشد. خوب ولی شروع میکنیم خمیر مونه کافتن شه. اینا به همین ترتیب قطعی میرا میکوبیم تا خوب همراه شوند. بینندگان گرامی، ما حال آرد را همراه مسکن دیدین که خمیر کردیم. در اینجا 250 گرم سمیتان داریم و 5 دانه تخم است. حالا 4 دانه زردی تخم برای ما لازم می شود. سفیدیش جداگانه میگیریم در یک ظرف جداگانه. در آخر برای ما اینا لازم می شوند. به این ترتیب قطعی فقط زردیش ما کار داریم. 4 دانه زردی تخم. ببینید بینندگان گرامی، 4 دانه زردی تخم را گرفتیم همراه سمیتان. زردی را یک جا میگذاریم که لازم می شود. 5 دانه سفیدی تخم است که این هم برای بعد لازم می شود. حال این را آمیخته میکنیم. حال بینندگان گرامی، ببینید که همون زردی تخم همراه سمیتان بود. این را همراه میکنیم در بالای مسکن و آردی که داشتیم. خب این را همراه کردیم. حال بینندگان گرامی، باز این را آمیخته میکنیم، خمیرش میشود. اینا به همین ترتیب قطعی بینندگان گرامی اینا کمتر میخیلیم تا خوب همش همراه یکدیگر شوند. اینا دید که خمیر ما به همین شکل شده است. ما در اینجا 100 گرم آرد دیگه گرفتگی بدیم احتیاطاً. یک 50 گرم شه همراه میکنیم. 50 گرم دیگه شه میگذاریم که برای زیرش لازم میشه. بینندگان گرامی، خمیر ما آماده شده است. ما این را میگیریم گرم میکشیم. ببینیم چند گرم میبره. باید ما این را 3 تا زغاله بگیریم. 1 کیلو و 100 گرم برآمده است.
این حالی ما 3 تقسیم میکنیم تا که 3 دانه زوله شود. این خمیر ما 3 تا زوله گرفتیم. هر زوله ما 366 گرمی برآمد، یکیش 367 گرم. خوب اینا را حاضر ما در خلدنگ میگذاریم. مدت 15 دقیقه دم میخورن. تا دم خوردن ایره ما چیکار میکنیم؟ دیگر محصولاتی که اینجا داریم اونا را شروع میکنیم میده کردنشان. ولی ما در اینجا 150 گرم چهارمغز داریم. در ظرف گریبان 200 گرم مویز است. ولی چیکار میکنیم؟ چهارمغز میگیریم، این ترتیب قطعی میده قدر میده بدم نیو قدر کلان هم نباشد، به خاطر قوادهاش لازم میشه. به همین ترتیب قطعی یارو میده میکنیم. این بینندگان گرامی به همین ترتیب همشه میده میکنیم. گرامی مویز هم همچنان، مویز زیاد میده بد نمیکنیم، فقط همین دونیست کنیم خلاص. این ترتیب قطعی اگر مویزتان مویز میده تر باشد میده نکنید. اگر از کلانترهایی که مثل ما دارم و فعلا از اینا که باشه بگیرین دو تقسیمش کنید. نامش یک جایه می شود چون که ما پسان سفید تخمه که میزنیم اونها را باز یک جایه میکنیم. حال یک زولمون از خلدنک از یخچال گرفتیم، زیرش کم کک آرد میپوشیم. به این ترتیب قطعی را ما چکار میکنیم؟ تنگ میکنیم. یک لیست 4 کنجه داریم، در این لیستمون میگیریم. اول ما یک قوت پخته میکنیم، بعد از او قوت های دیگه باز همراه میکنیم. همراهی حال بینندگان گرامی خلاص یا فقط ما میگیریم در لیستی که داریم، در این لیست میگذاریم. بینندگان گرامی حال دیدین که ما خمیرمون در لیست گرفتیم. این را 24 دانه سوراخ میکنیم، در حرارت 200 درجه میگذاریم در داخل دخافکه. باز میبینیم که در چند دقیقه پخته میشه. باز برای شما بینندگان گپ میزنیم. بینندگان گرامی خمیر ما در مدت 10 دقیقه پخته شده است. خمیر را یک طرف میگذاریم، دیگر محصولات را شروع میکنیم. چون که این خمیر ما در قوت مابین استفاده میکنیم، به همون خاطر ما کم پخته کردیم که چون که پهلوی ما یک کمتر غوصتر می باشد دیگر قواتش هم خوب پخته شود. 5 دانه سفیدی تخم گرفته بودیم یک جا گذاشتیم. حال سفیدی تخم را در یک ظرف کلانتر گرفتیم. خوب با میکسر ایره میزنیم. بسم الله. حال من در اینجا 270 گرم شکر دارم، شکر را همراه میکنیم. تا که شکر ما آب شود و سفیدی تخم با شکر کمتر پدیام میتید. باز اینجا ونیلین داریم که ونیلین هم حال میتونیم که استفاده کنیم، همراه کنیم. این حال بینندگان گرامی سفیدی تخم که زدیم آماده شده است. پدیام هم داده است، یکم تر غوص هم شدگی است. ولی این همون مویز چهارمغزایی که داشتیم میده کرده بودیم اونا هستن. اونا رو همراه میکنیم.
همراه که کردیم. خب این را آهسته آهسته میکوبیم، چون که این برای قبط پختوامون لازم می شود. این بینندگان گرامی آماده شده است. این یک طرف میگذاریم. حال میگیریم خمیر همین پختوامون از زغالایی که داشتیم یک کمک آرد در زیرش میپوشیم برای تنک کردن کمتر آسانتر شود. کمک دیم در بالاش. اینا بینندگان گرامی خمیر ما تنک کردیم. و ببینید که این خمیر نسبت خمیری که پخته بودیم باید کمتر بلندتر باشد، چون که خمیر اولش است. ولی کریمی که داشتیم دو تقسیم میکنیم. میره بسم الله. یک قسمش در این میگذاریم در زیرش، یک قسم میگشه برای قاطی دومش. اینا به همین ترتیب قطعی ایرا تنک میکنیم. بینندگان گرامی قوطی که پخته بودیم ایرا گذاشتیم. اینا خب ولی باز قوطی باقی مانده ای که از سفیدی تخم که بود ایرا میریزیم در بالاش. به همین ترتیب قطعی ایرا تنک میکنیم. بینندگان گرامی زغاله سیومش هم همچنان تنک میکنیم، باز در بالای او میگذاریم. به همین ترتیب قطعی زغاله سیومش هم تنک میکنیم. بینندگان گرامی حال این زغاله سیوم است. ایرا میگیریم به همین ترتیب قطعی خیلی تاب داده، چون که حجمش کلان است یک ذره قینتر میشد در بالای گذاشتن. این خیلی که گرفتیم اینا بسم الله در بالای قبط سیومون میبریم. اینا بینندگان گرامی تا خوب ایرا بالای را بپوشانه. حال بینندگان گرامی که گذاشتیم یک کارچه را بگیرین، همین ترتیب قطعی طرف درون سینی لیست همین ترتیب قطعی بکنینشون. حال بینندگان گرامی یک تا زردی تخم داریم که در اول نوار گفته بودیم یک طرف بگذاریم که لازم میشود. این همون زردی تخم است. یک 3 قاشق باره شیر است، تخمینا 20 میلی لیتر شیر ایرم همراه کرده. خب ایرم خوب آمیخته میکنیم. بعد بینندگان گرامی ایرم که آمیخته که شد اینم به همین ترتیب بینندگان گرامی آماده شده است. فقط من یک کمتر نشان میدهم طرزی فقط نمیبریم. این همین ترتیب قطعی بسم الله. شما خودتان میفهمین که با چی رقمی که خوش دارین همون رقم ببرین خمیرتونه. این که خط کشیده ما چهارمغز داریم، در اینجا 150 گرم چهارمغز داریم. این را در بالای باید بگذاریم. این هم ترتیب قطعی باز از یک طرف دیگر شروع میکنیم. این خیلی تا که همین خمیر ما نغز بیاید.
اگر چهارمغز داشتین چهارمغز بگذارین. بادام هم میشد بادام بمونین در بالای این پخلوتون. ببینین آماده شده است. حالا میبریم در دخوفکه میگذاریم حرارت 200 گرادوس باشد. باز میبینیم که در چند دقیقه پخته شد. با برای شما بینندگان گپ میزنیم. 80 گرم عسل داریم، 2 قاشق عسل میشود. این برای ما بعد لازم میشود. باز شما میبینید. بینندگان گرامی، پخلوای ما در مدت 40 دقیقه پخته شده است. ولی عسلی که داشتیم این عسل میگیریم در بالای همین خمیرمون میشکیم. باز میگذاریم ش 1-2 دقیقه دم بخوره. به این ترتیب خاطر عسل میشکیم. اگر شما بینندگان گرامی عسل که نداشتین میتونین که خنداب سیراب رو استفاده کنین. بینندگان گرامی با دوباره میگذاریم در داخل دخوفکه. پخته شده است. اینا شروع میکنیم به بریدنش. بینندگان گرامی ببینید پخلوای ما آماده شده است. مرحمت کنید از نوارهای ما استفاده کنین. نوارهای ما را به یاران و دوستان روان کنین. تا نوارهای بعدی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز، این پخلوای ما آماده شده است. مرحمت کنید نوارهای ما را به یاران و دوستان روان کنین که آنها هم از نوارهای ما بهره بگیرند. الله یار و مددگاری همه ما و شما باشد. ببینید دوستان گرامی، این همین پخلوا بود. بسیار بریانک آمادگی هست. بسیار بریانک آمادگی است. تا نوارهای بعدی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.